سلام به همه دوستان، به کانال تاپ 10 پرشین خوش آمدید. امروز قصد داریم درباره ثروتمندترین کشورهای جهان در سال 2024 با هم صحبت کنیم. اما قبل از شروع اگر هنوز عضو کانال ما نیستید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ کدام از ویدیوهای جدید ما رو از دست ندهید. پس بزن بریم. قبل از اینکه به لیست بپردازیم بیایید درباره معیارهای سنجش ثروت با هم صحبت کنیم. ثروت یک کشور معمولاً با استفاده از تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اندازه‌گیری می‌شود. GDP میزان تولید کالا و خدمات در یک کشور را نشان می‌دهد، در حالی که درآمد سرانه نشان دهنده میزان درآمد هر فرد در یک کشور است. این معیارها به ما کمک می‌کنند تا درک بهتری از ثروت واقعی یک کشور داشته باشیم. قطر با توجه به ذخایر عظیم گاز طبیعی و نفت یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. درآمد سرانه بالای مردم این کشور به همراه زیرساخت‌های مدرن قطر را به یکی از مقاصد مهم اقتصادی تبدیل کرده است. لوکزامبورگ یکی از کوچکترین کشورهای اروپا اما با اقتصاد بسیار قوی است. سنگاپور یکی از مهمترین مراکز تجاری و مالی جهان است با اقتصادی پویا و سطح زندگی بالا. سنگاپور یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیا و جهان محسوب می شود. امارات متحده عربی امارات با تکیه بر ذخایر نفتی خود و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تجاری یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه است. شهرهایی مثل دبی و ابوظبی نمادهای ثروت و تجمل هستند. سوئیس با اقتصاد پایدار و قوی، سیستم مالیاتی مناسب و بانک‌های معتبر یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا و جهان است. کیفیت زندگی بالا و استانداردهای زندگی مطلوب سوئیس را به مقصدی محبوب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است. خب این بود لیست ما از ثروتمندترین کشورهای جهان در سال 2024. دیدیم که هر یک از این کشورها با استفاده از منابع طبیعی، سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه و توسعه زیرساخت‌های مدرن توانستند به این جایگاه دست یابند. اگر از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید و نظرتون رو با ما اشتراک بگذارید. همچنین فراموش نکنید که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر شوید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.